آقا ساعت 4 صبح میخوایم زنگ بزنیم یکی از رفیقامون. یه خروج سر کارش بذاریم. خیلی حال میده ساعت 4 صبح زنگ بزنی رفیقت. الو محمد. بله. سلام، خوبی؟ سلام. بله. محمد بیدار شدی؟ داداش خواب بودی؟ شرمنده مزاحمت شدم، ببخشید ها. دیر وقت زنگ زدم محمد، ببخشید. محمد من یه مسئله از ذهنمو درگیر کرده، واقعا داره اتفاقات بدی تو زندگی میفته. شده محمد بگو. میتونی الان کمکم کنی همین الان؟ محمد بگو، الان بلند شدم، بگو. داشت یه دقیقه بلند شو بشین جواب منو درست بده. محمد بگو، خب صحبتت کن. الان من چه فرق میکنه دراز بکشم؟ داداش الان ببین یه اتفاقی امروز برای من افتاد، واقعا ناراحتم کرد. خب چی شد؟ داداش من رفتم از علی امروز 10,000 پول گرفتم. خب خب بعد رفتم این 10,000 تومن رو از علی گرفتم گم کردم تو راه. بعد رفتم از این یارو عباسه، خب سر خیابون هست، 5 تومن دیگه قرض کردم. بعد با 5 تومن رفتم یه شارژ دویی خریدم. خب محمد تون بگو. خب میگم یه شارژ دویی خریدم. بعد به این بقاله 3 تومن پس داد. 3 تومنه رو بردم دوباره دادم به علی، بدهیم به علی شد 7 تومن. 5 تومنم که از عباس گرفته بودم میشه 12. 2 تومنم شارژ گرفتم میشه 14. ولی من 10 تومن از اون گرفته بودم، 5 تومنم از اون گرفته بودم، 15 کلا بدهکار بودم. این 1000 تومن چی میشه محمد؟ محمد الان به من زنگ زدی، من با 58 میلیون چه که برگشتی در بازار بلند شدم، الان اومدم شما داشتم به دنیا آمده، پستونک رفتم خریدم 95,000 تومان. 4 تا زنگ زدی پوشک، 5 تا پوشک پنبه‌ریز ترکیه دادم کجا خریدم برای داکای بچه 52,000 تومان. الان به من زنگ زدی میگی من 10 تومن همون دیوس گرفتم، 15 تومن همون ترکیش گرفتم، الان 2 تومن بابا تو گاهیدی ما. محمد به قرآن ذهنم درگیره. خب کسخل سگ تازه گرفته و خوابیده و الان دوباره بلند شد. آقا قدم نورسیده مبارک محمد جان. من ریدم توی این قدم نورسیده. خب بابا بذار بخوام الان من چقدر پول میخوای؟ شماره کارت تو بده تا صرف 1 میلیون من فردا باید کارت به کارت میکنم. محمد به جون مادرم 1 تومن به قرآن نیاز داشتم، فردا چک دارم 1 تومن. داداش من برای 2 تومن میریزم، خوبه تو ثابت شدی برای من، ولی الان من میگی 1000 تومن. خب بابا این ذهنمو درگیر کردم، من 10 تومن از عباس گرفته بودم. بابا یزدان ما الان به دنیا اومده، 4 میلیون فقط کار کشیدیم این بچه اون تو شکم بیاد تو رحم بیاد بیرون. 4 میلیون الان تو من زنگ زدی من 2 تومن شارژ گرفتم، 10 تومن اون دیوس گم کرده، بعد نمیدونم 5 تومن اون چی شد، الان 1000 تا مثلا نیست. برو محمد برو. بابا خب سوالمو بگو، سوالمو جواب بده بعد بخوام. محمد سوالمو جواب بده بعد بگی به چپ. داد داری سلام میذاری کارت دفت 2 میلیون فرار بزنم. خدافظ، خوابم میاد. محمد خب بابا سوال ذهنمو درگیر کرده. خدایش این 1000 تومن چی میشه این وسط؟ هر کی جوابشو بگه من بهش جایزه میدم. خودم براش شارژ دویی میفرستم. بفرستید واسه رفیقاتون.